در آسمان اول جلو این اعمال را میگیرن، میگن اینا رو برگردانید. چرا؟ صاحب این اعمال اهل غیبته. تا میشینه شروع میکنه به غیبت کردن، نماز شب میخونه، روزه میگیره ها، قرآن تلاوت میکنه، ولی غیبت هم میکنه. خواهر فلانی چیکار شد؟ بچه فلانی چیکار شد؟ بابا به من شما چی ربطی داره؟ چرا وارد زندگی دیگران میشیم؟ چرا حرف دیگران رو میزنیم؟ وای از اون روزی که وقت ایدم که میشه، خدای نکرده غیبت مراجع تقلید دارم میکنم. یکی از اروپا نوشته کردن به ایشان که آقا شما چرا شهرت جهانی رو نگاه نمی کنید؟ خیلی ها مثلا عید کردن، شما چرا عید نمی کنید؟ آقا مثلا خیلی دوست داری برو از هر کی میخواد تقلید کن. اگه منو به عنوان مجتهد قبول کنی باید گوش بدی آقا جان. سمر و طاعتم. یک عده پری روز عید کردن، خدا قبول کنه ان شاء الله. یک عده دیروز عید کردن، خدا قبول کنه ان شاء الله. ما هم طبق نظر مرجع ما امروز عید کردیم. خب کدام آسمان زمین آمد آقا جان؟ کدام زمین به آسمان رفت؟ جز یک امتحانی شدیم همه ما که آیا ما مواظب زبان خود هستیم یا نیستیم؟ چرا خراب میکنیم اعمالمون رو؟ ما میگیرن جلو را میگن اهل ریاض. عبادت انجام داره که به مردم نشان بده، نباید بره بالا. در آسمان سوم جلو عمل رو میگیرن این آدم مغروریه، کسی رو به نظر نداره، ماشینش به رخ دیگران میکشه، لباسای قیمتیش به رخ دیگران میکشه، طلا جواهراتش به رخ دیگران میکشه، طرز راه رفتنش طرز راه رفتن معمولی نیست. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. خدا آدم فخور را که فخر فروشی میکنه دوست نداره. در آسمان سوم جلو عمل رو میگیرن، پسش کنید ایرا. این آدم متکبریه، دیگران رو به نظر دیدی ما چیکار کردیم؟ بالاتر میره، پسش کنید. این آدم حسوده. بالاتر میره، این اهل عجبه. بالاتر میره، این قساوت قلب داره. بالاتر میره، این اهل شهرته، به خاطر شهرت کار میکنه. اگه ببینن کار میکنه، اما اگه کسی نبینه حاضر نیست یک استکان اجا برداره. خب داره به خاطر شهرت این کار میکنه که دیگران بهش بارک الله بگن. این فایده نداره آقا، این فایده نداره. بعد بالا میبرن، خوب بالا میبرن، از 7 آسمان رد میشه، او بالای بالا میشه. خدا میگه بازم پسش کنی. من تای دل خبر دارم که این کار بره کی انجام داده. بس خیلی طولانی است. برادران خواهران میگن در خانه اگر کس است، یک حرف یک حدیث چی؟ بس است. والله اگه در خانه کس به خواهران محترمه را سفارش به تقوا و رعایت فرامین الهی می نمایم. خطبه دوم را زیاد طولش نمیدم.